این مورد قبول نیست. این ساختمان، این مسائل را شما عیب کرده اید، بلکه از اون مهندس، از اون معمار خسارت میگیرند. اینجا اون فایده نکرد بلکه خسارت به سایر ساختمان زد. به این علت بله میگن مؤمن میترسد که شاید خداوند این عمل ما را به طرف خود ما دوباره پرت بکند، به طرف خود ما بیاندازد. الله ذوالجلال این اعمال ما را بپذیرد. حدیث جالبی هست از حضرت عایشه صدیقه نقل شده. حضرت عایشه میفرمایند سألت عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها عن هذه الآیه، از همین آیه آخر که میفرمایند والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. از این آیه را حضرت عایشه صدیقه از رسول الله سوال کرد. حضرت عایشه مفسر قرآن هست، حضرت عایشه محدث بزرگی هست، حضرت عایشه یک به تمام معنا از آیات و از احادیث مسائل را استنباط می کرد. یک مجتهده عالی مقامی بود و هر جا که برایش اشکالی می آمد از رسول الله سوال می کرد. حضرت عایشه می فرمایند که من سوال کردم از این آیه والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة، معنیش چی است پیغمبر؟ فقالت یا رسول الله اهم الذین یشربون الخمر و یسرقون؟ آیا کسانی هستند که کار بد انجام میدهند، شراب میخورند، دزدی میکنند، زنا میکنند، کارهای بد؟ گفت نه، اونا نیستند اینجا. لا یا بنت صدیق، ای دختر صدیق، ولکنهم الذین یصومون، روزه میگیرند، روزه را گرفتند، و یصلون، نماز خواندند، و یتصدقون، صدقه دادند، و هم یخافون الله یتقبل منهم، میترسند که از اونا این قبول نشود. و نتیجه و ثمره این صفات پایان این جمله هست که اولئک الذین یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. اینا کسانی هستند که در هر کارهای خیر پیش قدمند. انسان ها باید در هر کار خیر انسان مؤمن پیش قدم باشد. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که برای عزیزانی که جانماز برای خدا آوردند پشت بام بروند، اشکالی نداره. انشاءالله دعا میکنیم خدا تا زمانی که نماز ما تمام میشود باران نیاد انشاءالله. بعدم باران بیاد ما باران بر نمیبریم، اما همین دو رکعت خدا به ما مهلت بده. اگر باران آمد دیگه ما میخوانیم، یک لباس خیس میشود دیگه کاری نمیشود. من پشت بام حوزه انشاءالله تشریف ببرم، مقدار جمعیت هم بله تکان نخوره. البته اونایی که جا کم است اونجا پشت بام اینجا جا هست، اونجا داخل اون سالن جا هست. اگر نشد بعدا داخل مسجد هم انشاءالله جا هست. مسجد هم اینجا صدا اونجا می رود. مسجد پر این جزاک ماشاءالله. مسجد مثل که پر شده. خدا شما انشاءالله جمعیت شما را بیشتر بکنه. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! ما خوشحال می شویم که سواد اعظم امت رسول الله به چشم ما بیاد. سواد اعظم این جمعیتی بزرگ، این سبب خوشحالی ما، سبب خوشحالی هر مؤمن هست. چشمای ما انشاءالله خنک می شوند که جمعیت زیاد شما را در این اوای نامساعد، در این مکانی که برای ما خیلی کم هست، چشمای ما خوشحال می شوند، قلب ما خوشحال، چشمای ما روشن می شوند، قلب ما خوشحال می شوند. خدا انشاءالله به شما
توفیق بدهد. ولی میفرمایند که آخرین جمله‌ای که در قرآن میاد میفرمایند اولئک یسارعون فی الخیرات، در همه کارها مؤمنین پیش قدمن، به سرعت به طرف خیر میروند. این آمدن شما به این سرعت در این اوایل نامساعد انشالله نشانگری قبولی شما در نزد الله است. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! همونطوری که این 4 صفت قبلی وجود شما بود، میفرمایند که اینا آل جنتن، همین کسانی که اون صفات در وجود حوض و کامیابیان و اهل سعادت و رضوان هستند. خداوند ما را اهل سعادت و رضوان قرار بدهد. آخرین خوشی اهل بهشت رضامندی الله هست که خداوند در بهشت رضامندی خود را اعلان بکند. الله عزوجلال زمانی که ما میریم از دنیا میرویم رضایت خدا را ببینیم، رحمت خدا را ببینیم، احسان خدا را ببینیم. وقتی که یک حدیثی را من اون مسئله را فراموش کردم، میگویم دوباره. حدیثی است که رسول الله فرمودند که هر کسی که لقای خداوند را، ملاقات الله را، روبرو شدن با الله را بد بداند، خداوند لقای اون را بد میداند. حضرت عایشه گفتند ای رسول الله، لقای خدا با مرگ. مؤمن و مسلمان یا هر انسانی از مرگ می ترسد، پس ما لقای خدا با مرگ. فرمود ای بنت صدیق، ای صدیقه عایشه، وقتی که مرگ مؤمن نزدیک می شود خداوند این پرده ها را کنار می زند. در همون زمانی که ما نگاه میکنیم که انسان در سکرات گویا که فکر و هوش ندارد، الله عزوجلال پرده ها را کنار میزند. این مؤمن جای خود را در بهشت میبیند. وقتی که دید احب لقاء الله، دوست دارد ملاقات خدا را. فرعون امسر خود را شکنجه میدهد و میگوید که اگر از ایمان برگردی، به موسی ایمان آورده ای، امسر من هستی و موسی را پذیرفته، اون موسی که خود ما اون بزرگ کردیم، تو به اون ایمان آورده و از من روگردان شده ای. اگر شما از دین این موسی برگردید، من برای شما خانه از طلا می سازم، نه که یک سرویس طلا بگیرم برای شما، بلکه خانه از طلا می سازم برای شما. اما در این وقت اون بیوی چی میگوید؟ کارهای خوب را الله ذوالجلال در این دنیا تعریف میکنند، مورد پسندیده الله هستند. میگه خدایا فرعون به من پیشنهاد خانه طلایی میدهد، تهدیدش که بر من کاری نکرد، الان تطمیعم کرده. اون همیشه یا تهدید یا تطمیع. من تطمیع کرده که برای شما خانه از طلا می سازم. اما چه میگوید در سوره تحریمت؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا برای من خانه در نزد خودت در بهشت بساز. عندک نکته زیبایی هست که علما در ضمن همین آیه می نویسند شما که خانه ای می خواهید بسازید، اول سوال می کنید این افرادی که در اطراف خانه دارند چطوری همسایه های هستند؟ خوبند بدن؟ میگه نه، همسایه بسیار خوبی هستند. میگه اینجا مناسب است که من خانه ای بسازم. اون بیبی میگوید خدایا من همسایه داری تو الله را میخواهم، در بهشت من خانه ای بدهید. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون و عمله، خدای من را از فرعون و از عملش نجات بده. خب فرعون یک نفریه،
شاید در زمانی که فرعون بوده هزارها فرعون نامرئی بودند، هزارها فرعون خبیث‌تر از فرعون بودند. به انسان میگوید که و من نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدا از قوم ظالم من نجات بده. در اینجا خداوند میفرمایند که همین کسانی که این کارها را میکنند اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، همیشه در هر میدان سبقت دارند. و هؤلاء هم الذین ینالون تلک الدرجات الرفیعه، درجات رفیعه به اونا میرسند. اما کفره مجرم اونا محرومند از این مسائل. قصه حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمودند امروز من کارهایی میکنم که از ابوبکر صدیق سبقت بگیرم. اموال خود را نصف کرد، نصفش برای زن و فرزند من، نصف دیگر میبرم به پیغمبر میدهم که نیاز پیغمبر امروز به مال هست. مجاهدین هیچی ندارند که به جهاد بروند، همه چیز نصف میکند. اونجا که میبرد پیغمبر سوال میکند که چقدر آورده حضرت؟ میگن نصف کردم مال. از حضرت ابوبکر صدیق سوال میکنم شما چه کار کردید؟ و فقط اسم الله در خانه من هست، هر چی داشتم آوردم. در اینجا هست که حضرت عمر فاروق گفت که من اصلا نمیتوانم با ابوبکر رقابت بکنم. تکبیر! الله الله الله. عجیب هست، خیلی جالب هست که ابوبکر صدیق چه شخصیتی بوده. نیکیایش به اندازه ستارگان آسمان بوده. نیکیایش الله عزوجلال وقتی که قبول بفرماید چه قبولی دارد. یک ضربه حضرت علی یک شمشیری میزند به یک کافر، پیغمبر میفرمایند که ضربه شمشیر علی بالاتر از دنیا و ما فیها است، به اندازه عبادت ثقلین. هر صحابی از خود امتیازی داشته، هر صحابی از خود امتیازی داشته. ولی میفرمایند که اولئک هم یسابقون فی الخیرات، اولئک الذین یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. و کسانی که سابق هستند السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. تا آخر خداوند رضامندی خود را اعلان کرده. و من چند تا نکته یادآوری میکنم، سخنرانی من اندازه بس از آیات خدا را برای شما گفتم و الان چند تا نکته را من تذکر میدهم. این نکات این هستند که الله عزوجلال به شما خیر بدهد که در چنین هوای نامساعد اینطوری زود از خانه های خود بیرون آمدید و خود را به مصلی و نماز عید رساندید. خداوند به همه مؤمنین توفیق بدهد. ما دوست نداشتیم که در کشور دو دستگی بشود. برای چی؟ الان امروز بچه ها وقتی که عید نباشد باید به مدرسه بروند، معلمین باید مدرسه بروند، کارمندان به ادارجات بروند و این را دوست نداشتیم. اما رویت برای ما ثابت شد. من دیشب با علمای مختلف سیستان و بلوچستان ما را گفت دیدن، شهادت دادن، مفتی های سیستان و بلوچستان فتوا دادن که ما دیده شده و امروز را عید گرفتم. ما هم دیگه عید گرفتیم و گفتیم نماز را بخوانیم، نماز را بخوانیم. و در کل کشورها امروز اکثر کشورها عید است. فقط آیت الله سیستانی مثل که در عراق گفته که امروز 30 رمضان هست، اما بقیه کشورها حالا نمیدن چند درصد کم هستن عید گرفتن.
ما هم دو دستگی را نمیخواستیم که چنین بشود. واقعا دیشب من تا دیر اخبار را دنبال کردم در کشور خودمان که بلکه دفتر مقام معظم راهبری فتوای اول شوال را اعلان میکنند، اما نشد این مسئله. و بازم الخیر در همون هست که راهبر گفته الخیر فی ما وقع برای ما. از این ناراض هستیم که یک عده روزه بخورند و یک عده روزه داشته باشند. دیگه اینجا دو دستگی میرم دوست نداشتیم. و خدای متعال انشالله که اونایی که روزه گرفتن روزه اونا را بپذیرند، چون هر کس مرجعی دارد و مقلد اون مرجع هست. کسی که مرجعش راهبر باشد دیگه امروز نمیتواند که عید داشته باشد، برای اینکه باید از مرجع تقلید خودش پیروی بکند. و بعضی وقت میشد در صدر اسلام در شام عید میگرفتن، در مدینه عید نمیگرفتن. روایت قریب از عبدالله ابن عباس در شام ما جلوتر رویت شد در رمضان. در شام عید گرفتن، در مدینه که مدینه نبی بود در اونجا مردم روزه داشتن. اونجا روزه گرفتن، اینجا مردم روزه را میخوردن. چون افق فرق میکند. کشورها مثلا میبینی یکی عید داره یکی نداره، همیشه مردم غوغا دارن. چرا اینطوری میشود؟ مگویم به اعتبار افق این طلوع و غروب خورشیده، یک جای رویت میشود یک جای نمیشود. صوموا لرؤیتی و افطروا لرؤیتی پیغمبر فرموده که بر رؤیتش بخورید و بر رؤیتش افطار بکنید. بر رؤیتش وقتی که ما دیده نشد نمیتونیم روزه بگیریم، وقتی که دیده شد نمیتونیم روزه بگیریم. این دیگه دستور شرعی هست و احکام مؤکد رسول الله هستند. حالا یکی که در افقش یا به نظرش عید نرسید دیگه اون روزه را میگیرد، یکی عید را دید عید میگیرد. این اختلاف امت بر اثر من افق هست. طلوع و غروب خورشیده، ما از خورشید جلوتر هست، برابر هست، پشت سرش میماند. این دیگه خودش همین اختلاف را میارد. این یک مسئله دیگری که در اینجا میگویم، اولا از شما عزیزان کل مسلمانان، بعد از شما عزیزان تقاضای من این است که جنگ و جدال و اختلاف نه در میان خود شما نه با دیگر قومی داشته نباشید. تواضع و فروتنی و گذشت و عفو کردن بهترین صفت هست. اگر یک کسی گستاخی بی‌ادبی نسبت به شما کرد، من همیشه این دوستان و جوانانی که در کنار من هستند جای می رویم، خب بعض یک عزیز میاد یک کسی اصلا یک حرکتی می کند، من می گویم شما چوب بخورید کسی را چوب نزنید. خود شما چوب بخورید اما کسی را چوب نزنید. دشنام بخورید به کسی دشنام ندهید. حرفهای بد بشنوید به کسی حرف بد نگویید. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مرد احسن الی من اساء. تکبیر! الله الله الله. و در این نزدیک آخر رمضان این نزدیک یک درگیری در طرف آغلا شده بود. واقعا من ناراحت شدم. چرا که این ماه مبارک رمضان، مسلمانان اعتقاد بر این دارند که شیطانهای متمرد زنجیر شده اند، بسته شده اند. این اعتقاد ماست، احادیث پیغمبره. اما نفس ما این شیطانهای کوچولو چنین جنگ را در منطقه ما انداختند. خداوند از جنگ و درگیری امت رسول الله را نجات بدهد. من همیشه میگویم که یک جنگ سه بدبختی را در پی دارد. یکی نابودی وجود ما، دوم هزینه های سنگین دکتر و پزشک و غیره، حتی جریمه هایی که شریعت یا قانون بر سر اون اشخاص دیه صادر می کنند. دوم بدبختی مالی است و سوم
بدبختی ایمانی است که دو مؤمن که با هم دیگر درگیر می شوند دروغ و افترا و تهمت و این چیزها را برای یکدیگر میگویند. من یک نکته ای دارم عزیزان من، هر کسی از من عیبی میبیند همون اندازه عیب من بگوید، اما تهمت و ابتلا و دروغ را من نمیپذیرم. تکبیر! الله! یکی ناحق به من چیزی نسبت بدهد، اون خیلی برای من سنگینه، چون من وجود خودم را میدانم که من این عمل را نه نیت من بوده در این کلام و نه این عمل را من مرتکب شدم، اما این تهمت چرا به این بزرگی به نام من ثبت شده؟ اون تهمت، ابترا، دروغ گفتن علیه یک کسی بسیار جرم سنگینیه. اگر در وقت درگیری هم بودی اونجا شما هیچ افترای از همون حق چیزی بیشتری را نگوید. اون حق در اندازه حق خدا به شما اجازه داده. از حق اگر یک جمله را اضافه کردید اون علیه شما است. یکی به شما دشنام داد، همون اندازه شریعت به شما اجازه داده. اگر عفو بکنید بیتر هست، در سوره نحل هست. اما اگر عفو نکردید همون اندازه که اون گفته شما اجازه دارید که اون انتقام خود را بگیرید. و دعا میکنیم که خداوند من درگیری که در طرفای عاقل و غیره شده اینه خداوند برطرف بکنه. توصیه دارم به مسئولین امر، شما اینطوری درگیری ها را، نظر من این هست که واگذار بکنید به معتمدین قوم، به علما. انشالله اونا این پرونده را زودتر جمع میکنن. امنیتی و سیاسیش نکنیم، ولی که امنیتی و سیاسی شد این را گرفتیم اون را گرفتیم، اینجا یک مقدار مسئله حاصل، کینه خود اینا بیشتر می شود. ما بارها شده که وقتی که رفتیم دیدیم که بله اینجا میخوان که عزیزان نیروی انتظامی ما اینا را بگیرن. من گفتم نه، اینا را نگیرید، اینا را تا فلان ساعت برای ما بگذارید، ما انشالله اینا را با اینا صحبت میکنیم، دو طرف، این طرف و اون طرف. اگر ما نتوانستیم بعدا دست شما از نظر قانون بازه تا ما بیایم این مسئله را مردمی حل بکنیم. بارها خود مسئولین اذعان کردند، این حرف را قبول کردند که در سیستان و بلوچستان اگرچه درگیری هست در میان اقوام، در میان طوائف، اما فرمانده ها کمترند، چرا که علما سفید ریشان این مسائل جمع می کنند. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. خدا اگر دو طایفه از مؤمنان درگیر شدن شما اصلاح در میان اینا بیارید. و من توصیم این است که انشاءالله سعی بشود که امین پرونده‌ای که الان هست این با مسالمت آمیزی با معتمدین، با علما، با انسانهای خیراندیش شما بیایید و این حل بکنید. این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر زن و شوهر با هم دیگر درگیر بودن، یک حکمی از این طرف یک حکمی از اون طرف رفت، دیگه اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند می اختلاف زن و شوهر را برطرف میکند. اختلافای کوچیک خانوادگی را بزرگ نکنید، نه به قوم و ایل و طایفه نکشید و برای اندک مسئله عزیزان ما درگیر نشوند. جوانان را که اکثر شما جوان هستید، جوانان را توصیه من این است که شما بجای اینکه خدای نخواسته در رو و تبر و کارد کنار شما باشد، شما اونجا دعای خیر به همراه شما باشد. یکی که نسبت به شما گستاخی کرد، خداوند در قرآن می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. یک کسی از روی نادانی با شما روبرو شد، فقط یک جمله کافی است: السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت الله. بازم اگر در وقت خشم خدا من میفرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، شما پناه به خدا ببرید. خدایا پناه به تو
لا حول ولا قوة الا بالله. گذشت داشته باشید، عفو داشته باشید، انشاءالله که خداوندم شما را عفو میکند. و من از نیروی انتظامی استان بله قبل از این انشاءالله که اونایی کارتخانه اینجا هستن، اونایی که میخوان پول به مدرسه بدن انشاءالله از روی کارتخانه بدن و کارتخانه اینجا هستند و کمک های برای حوزه امسال. واقعا حوزه در ماه مبارک رمضان ما چندین مرتبه در موندیم، چون حدود 200-300 نفر ما اینجا دوره تفسیری داشتیم. انشاءالله هم کمک ها رو جمع بکنید. جزاکم الله. سعی بکنید که جای خالی نماند، صفحه همه صفحه رو جمع بکنید. جزاکم الله خیر. و تا وقتی کمک ها جمع می شوند من انشاءالله که جملات را برای شما می گویم. اول امین که گذشت داشته باشید، درگیری های کوچک را بزرگ نکنید و الله عزوجلال از اون کسانی که گذشت می کنند خداوند هم از اونا گذشت دارد. چیز خیلی جالبی در تهمت حضرت عایشه، یکی از اونا مثل ابن اساسه بود. ابوبکر صدیق قسم خورد که دوباره به این نیکی نمیگم. فقیری بود حضرت ابوبکر صدیق، غنی بود، همیشه پسر خالهش بود و اون کمک میکرد. وقتی که قسم خورد که من با این کمک نمی کنم، خداوند متعال چی گفت؟ ولا یأتل اولی الفضل منکم والسعة. اونی که صاحب فضل است، صاحب سعه مالی هست، توانمند هست، اون قسم نخورد که من نیکی نمی کنم. با فامیل های خود قطع رابطه نکنیم. ما جای تأسف است که برادران با هم دیگر غار باشند، قوم و اقوام با هم دیگر غار باشند. در زمانهایی که خداوند عفو خود را اعلان می کند، در این زمانها میگه اونا مورد عفو قرار نمیگیرن. در شب قدر غیر اینا با هم دیگر مهربان باشید. و مؤمن اخو المؤمن هست. پیغمبر مؤمن برادر مؤمنه و برادر مؤمن به اون خیانت نمی کند و اون را به دست کجی نمی سپارد که بر اون ظلم و ستم بکند. و برادر مؤمن باید به برادر مؤمن خود خیر برساند. و شروع مدرسه انشاءالله 20 روز بعد از همین روز امروز که اول شوال هست شروع مدرسه هست. انشاءالله طلبه هایی که ثبت نام میکنن بیان. و من حقیقتا از نیروی انتظامی استان، از سردار دادگر و همچنین جناب سرهنگ فریدون جهانتیر فرمانده انتظامی منطقه خودمان که از مدت هاست که من با اون سلام علیک دارم، به عنوان یک فرزند است برای من. این سرهنگ جهانتیر واقعا انسان خوبی هست. خیلی در این مسئله بحران همه عزیزان با ما کمک کردند و کمک های این خیلی ویژه بود. مشوره می کردیم با هم دیگر، صحبت می کردیم. خداوند چنین نیروهایی را که خدومن، خدمتگزارن، مردمیان، خداوند برای ما نگاه دارد، برای ما نگاه دارد. من با یک مسئله کسی که ریشه قومی داشته باشد، ایلی داشته باشد، اون انسان قوم شناسه. و اینا از بزرگان قوم جهانتیر هستند که من بارها در مسائل صلح و آشتی مردم این بزرگان این قوم بیامرای من بودن. رفتیم اگر در میان سیستانی ها اختلافی بوده ما رفتیم با هم اینا رسول دادیم و اگر در میان بلوچ ها بوده یا بلوچ با دیگه ایلی ما رفتیم و اینا رسول دادیم. میرزا جان علی و عزیز حسن جهانتیر اینا رفیق من بودن و اینم از همون بزرگواران هست. من حتی یک روز شوخی میکردم به اون که الان سفید ریشان قوم جهانتیر از دنیا رفته هم. من شوخی کردم، من گفتم سفید ریش شما الان لازم دارید و
من شوخی کردم، من گفتم نظامیه را من نمیگذارم که سفید ریش بشوم، چون یک بازنشست میشون گاهی اونا را سفید ریش قرار میدهیم. من گفتم نظامیه را نمیگذارم که سفید ریش برم، برای اینکه اینا جنگ برادر هستن، صلح خیلی خندید و برای من اجازه نمیدیم. من گفتم نه، شما اجازه هست. اونی که ریشه دار هست واقعا انسان خوبی هست، هر کس باشد ما قدرش میدانیم. نیروی انتظامی، نیروی امنیتی، ما اونا را دوست داریم، برای اینکه امنیت اینجا هر سختی که بر سر مردم باشد اولین شماره ای که میگیرن 110 هست. چه شماره شما میگیرید؟ هر مصیبت 110. این شماره 110 را همه یاد دارن. این برای چی است؟ میدانن که اینا سریع میرسن و به کمک ما میشتابن و بحران را مدیریت میکنن. خداوند چنین انسان‌هایی را برای ما نگاه دارد و همه کسانی که خدمت میکنند به فکر مردم هستند، خداوند را نگاه دارد. توصیه که دارم این است که مردم از نظر معیشت در مضیقه هستند، مسئولین امر باید به فکر معیشت مردم، اما طوری که به فکر امنیت مردم هستند به فکر معیشت هم باشند، چون اگر معیشت خراب شد امنیت به هم میخورد. اگر گفتم معیشت اگر خراب بود امنیت به هم میخورد. بعض وقتایی که دزدی میکنن، من دزدی را توجیه نمی کنم. دزدی میکنن، چرا دزدی کردی؟ میگوید که مادرم مریض بود، همسرم مریض بود، فرزندم مریض بود، هیچ چی نداشتم، مجبور شدم برم دزدی بکنم، میرم به دکتر ببرم. ما توجیه نمی کنیم که کار درستیه. انسان برای اینکه خود را سالم بکند یا دکتر برود، خانه دیگری را خراب بکند، نه، شریعت به اون اجازه نمیده. شریعت به ما این اجازه را نمیدهد که ما در حالت اضطرار بیاییم. اگر بلی حالت اضطراری که منجر به مرگ میشد، علما گفتند اگر کسی از گرسنگی میخواست بمیرد هیچ چی نبود، مال دیگر را میتواند بخورد. این بس این دوباره باید اون به اون برگرداند، به اون بگوید فلان تاریخ من گرسنه بودم، همین چیز من مصرف کردم، مال را خوردم، برای این مال شما. اگر توانی نداشت که اون جبران برود از اون حلالی طلب بکند که من به شما یک ضرر زدم، منو میبخشید، یعنی برای قیامت نگذارد اون را. به این سبب در حجة الوداع پیغمبر فرمود که ای جمعی که شما هستید، خداوند جبرائیل و شما را خداوند مغفرت کرد. الله عزوجل شما که در سارای عرفات استاده اید دعا و تضرع میکنید، خدا شما را مغفرت کرد. دوباره گفت الا الدین قاله جبرائیل گفت که فقط اما چیزایی که پیما بین الله است مغفرت شدن، اما دین مردم این مغفرت نشده. ظلمی که بر سر مردم شده، مال مردم را خورده، اون خدا مغفرت نمی کند. اون خدا مغفرت نمی. چرا؟ برای اینکه اون حق خدا نیست، حق عباده. خدا از حق خودش بگذارد، بندگان باید خودشان از حق هم دیگر بگذارند. الله عزوجل به همه ما توفیق بدهد. عید شما مبارک باشد. انشالله وقت رفتنم نظم را رعایت بکنید، به سلامتی به خانه برسید و سلام ما را به اهل بیت و خانواده ها برسانید و از دعای خیر فراموش نکنید. جزاکم الله خیر و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دیگه تذکر چیزی